بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر شبکه نجم تیوی، صحبت گذشته از کتاب باغ نکوکاران درباره صدق صحبت کرده بودیم. امروز صحبت ما و شما بسیار یکی از موضوع مهم یا موضوع دشوار است، خاصتا برای بنده نیز این موضوع بسیار موضوع یک وزنین ترین، یکی از موضوعهای دشوارترین است از جهت تطبیق کردن. یکی از عملهای دل می باشد، یکی از عبادتها و مرتبه های قلبی است که انسان بسیار با جد و جهد به آن خواهد رسید. آن هم باشد مرتبه مراقبت الله حق سبحانه و تعالی است، یعنی همیشه احساس کردن نظارت الله حق سبحانه و تعالی. هر یک کاری که ما و شما میکنیم، هر یک عملی که حتی هر یک خاطره‌ای که از ذهن ما و شما میگذرد یا هر فکر و خیالی که از قلب ما و شما میگذرد، الله حق سبحانه و تعالی از آن دانا است و الله حق سبحانه و تعالی با خبر است. خداوند در قرآن کریم در سوره حدید میفرماید و هو معکم اینما کنتم. هر کجایی که شما هستید الله همراه شما است و الله حق سبحانه و تعالی داننده است. اینچنین در آیه دیگر الله حق سبحانه و تعالی میفرماید ان الله لا یخفی علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. همانا هرگز نه در زمین و نه در آسمان چیزی از الله حق سبحانه و تعالی پوشیده نیست. اینچنین باز یک آیتی است که بسیار آیت خطرناک است. خداوند میفرماید یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خداوند دانا است، داننده است از چی؟ خائنة الاعین، چشمهای خیانتکار، چشمهایی که در پنهانی به آن چیزی که خداوند حرام کرده است به آن نظر میکند، چشمهایی که گمان میکند که کسی از او خبر ندارد، از آن چشمها خداوند آگاه است. و ما تخفی الصدور، و هر آن چیزی که در دلها پنهان است، سر و اسرار است، خداوند از آن آگاه است. برای همین هم روز جبرائیل علیه السلام به صورتی به شکل یک مرد زیبا به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آیند، چنانه که از عمر رضی الله عنه روایت شده است. به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آیند و می نشینند و از پیامبر صلی الله علیه و سلم یک چند سوال می کنند. یکی از اولین سوالهای جبرائیل علیه السلام این بود که اخبرنی عن الایمان. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم از ایمان مرا خبر بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب می دهند، می پرسند از اسلام خبر بده. از اسلام هم خبر می دهند. بعد از آن یک مرتبه باز بلندترین و بزرگترین که است میپرسند، میگویند اخبرنی عن الاحسان. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم شما از احسان مرا خبر دهید. که در جواب پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. احسان مرتبه بالاترین، یعنی انسان مسلم می شود، مؤمن می شود، سپس محسن می شود، محسن نکوکار، مرتبه بلندترین. می گویند احسان این مرتبه است که ان تعبد الله كأنك تراه، یعنی تو وقتی هنگام عبادت میکنی همچنان عبادت کن که گویا پروردگارت را دیده ایستاده ای. فإن لم تكن تراه، اگر به این مرتبه تو رسیدن نتوانی، اگر تو احساس کردن نتوانی که تو به پروردگارت را دیده ایستاده ای، فإنه یراک، پس یقینا بدان که الله سبحانه و تعالی تو را دیده ایستاده است. این است مرتبه احسان که انسان هر لحظه هم در آشکارا و هم در پنهانی احساس میکند که الله سبحانه و تعالی او را نظارت کرده ایستاده است و مراقب اوست و او را همیشه از احوال او، حتی چنانه که گفتیم از هر چیزی که از قلب او میگذرد از آن
خداوند حق سبحانه و تعالی آگاه است و دانا است. اینچنین در حدیث دیگر از ابوذر و معاذ بن جبل رضی الله عنهما روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: اتق الله حیثما کنت و اتبع السیئة الحسنة تمحها و خالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذی. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که هر کجایی که هستی، هر کجایی که باشی، از خداوند بترس و هر وقت که یک کار خطا کرده، یک گناه کرده، از قفایش کار خوب کن، یک کار ثواب کن که آن را بشوید. و خالق الناس بخلق حسن، و همیشه با مردم معامله و اخلاق زیبا داشته باش. روایت امام ترمذی است. این حدیث را امام ترمذی رحمت الله علیه روایت کردند. و یکی از قصه های بهترین که در این باب روایت شده است، قصه همون دخترک شیرفروش که عمر رضی الله عنه وقتی خلیفه بودند و هر شب رعیت را، امت را نظاره میکردند و از احوال رعیت خود آگاه میشدند، سیر و گشت میکردند در کوچه ها و تنگ کوچه های مدینه. یکی از شبها بود که عمر میگشتند و کمی خسته شدند و در جای نشسته استراحت کردنی شدند که از یک خانه آواز صدا میبراید. مادر به دخترش میگوید: دخترم، پگاه روز بازاره است، شیرها را بگیر و همراه آب آن را آمیخته کن تا شیرهایمان زیاد شود و پول زیاد به دست بیاریم. دختره که خدا ترس، دختره که با تقوا به سوی مادرش میگوید: ای مادر جان، امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه ما را منع کرده‌اند، از این کار منع کرده‌اند. مادر میگوید: ای دخترم، در این شبانگه عمر کجاست و ما او تو را دیدن کجاست؟ در جواب ببینید این دختری به تقوا و خدا ترس چی میگوید؟ میگوید: اگر عمر ما را نبیند، اگر عمر خواب باشد، پروردگار عمر هرگز خواب نیست و هر لحظه ما را میبیند. قصه خوب خلاصه دراز است. عمر رضی الله عنه به یکی از فرزندان خود آن را به ازدواج میدهند و از کمر آنها یکی از بزرگ مردان به دنیا می آید که نامش باز همچنین عمر است، عمر ابن عبدالعزیز است. اینچنین باز یکی از قصه های مؤثر این است که روایت شده است که جنید رحمت الله علیه شاگردان خود را دعوت میکنند و امتحان میکنند. به دست آنها، به دست شاگردانشان پرنده میدهند و میگویند: این پرنده را زودتر ببرید برای یک جایی که پنهانی است، کسی شما را نمیبیند، در آنجا ذبح کنید و بیارید. شاگردان میرود، 3 نفر آنها پرنده را میبیارد. در یک لحظه میگوید: استاد، من فلان جا رفتم، کسی من را ندید، من ذبح کردم آوردم. دیگری میگوید: من اول ذبح کردم. خلاصه چهارمینش تأخیر میکند، بالاخره میبیاید و میگوید: استاد، این پرنده دادگیتان است و این کارچه‌ای که برای من دادید، من نتوانستم این را ذبح کنم. جنید میگویند: ذبح کردن یک پرنده دشوار نیست مگر؟ دشوار نیست. میگوید: شرط شما این بود که به یک جایی برید ذبح کنید که کسی شما را نبیند و من جایی نرفتم که خداوند مرا نبیند. هر جایی که میرفتم، هر کنجی که میرفتم، احساس کردم، حس کردم که خداوند مرا نظاره کرده ایستاده است و دیده ایستاده است. برای همین من نتوانستم. و در این بابت سخن یکی از بزرگان را خوانده بودم که چنین فرموده اند: من لم یکن له ورع یصده عن معصیت الله اذا خلا لم یعبأ الله بشیء من عمله. بسیار سخن خطرناک است. یعنی معنی فرموده ایشان چنین است: کسی در تنهایی اگر از معصیت پروردگار پرهیز نکند، خداوند به یگان دیگر عملهای او نیاز ندارد یا پروای ندارد. این بسیار خطرناک است دوستان عزیز. برای همین خلاصه اگر کسی خواهد تقوای خود را بسنجد، اگر کسی خواهد اخلاص خود را بسنجد، حالت خود را ببیند که در تنهایی، در پنهانی، در حالتی که کسی او را مراقبت نمی کند به جز الله سبحانه و تعالی،
حالت او چگونه است. الله حق سبحانه و تعالی ما و شما را ظاهر و باطن ما و شما را برابر گرداند و الله حق سبحانه و تعالی که داننده قلب هاست قلب ما و شما را تازه و پاکیزه بگرداند و همیشه بر این مرتبه و بر این عبادت بزرگ، عبادتی که مراقبت الله حق سبحانه و تعالی است، احساس کردن نظارت الله حق سبحانه و تعالی است، ما و شما را موفق و آگاه بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.